ба номи худованди бахшандаву меҳрубон. салом бинандагони азиз. бахши навбатии барномаи хабарии Payomnews-ро оғоз менамоем. дар студия бо шумо Шӯҳрати Раҳматулло. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Милисаи ноҳияи Шоҳмансур нисбат ба як зан зӯроварӣ кардааст. оғози маҳдудшавии интиқоли барқ ба аҳолӣ. Ширкати Ҷамол 2012 духтаронро бо роҳи фиреб ба Арабистони Саъудӣ мебарад. Раванди муфлисшавии соҳибкорон дар Таҷикистон меафзояд. Як зани 34-солаи сокини шаҳри Душанбе мавриди зӯровариҳои Милисаи ноҳияи Шоҳмансури пойтахт қарор гирифтааст. ин хабар аз ҷониби эътилофи зидди шиканҷаи Таҷикистон расонаӣ шудааст. ин зан корманди як созмони байналмилалӣ будааст. милисаҳои ноҳияи Шоҳмансур ҳангоми гузаронидани чорабинии ба номи нелегал ба манзили ин хонум меоянд ва бо зӯрӣ ба хонаи вай дохил мегарданд. соҳибхона ин амали милисаҳои зӯроварро мехоҳад дар телефони мобилии худ сабт намояд. аммо яке аз милисаҳо телефонро аз дасти ӯ кашида гирифта ва худи ӯро аз мӯйҳояш доштаву мавриди латукуб қарор медиҳад ва ӯро кашон аз зинаҳо поин меоранд ва ба як мошини шишасиёҳ савор карда ба шӯъбаи умури дохилаи ноҳияи Шоҳмансур интиқол медиҳанд. онҷо низ милисаҳо боздоштшударо боз фишору таҳқир мекунанд ва пас аз забонхат гирифтан дар бораи он ки ба милисаҳо эроде надоранд баъди 4 соат нимаҳои шаб раҳо месозанд. ҳодисаи латукуби шаҳрвандон дар идороти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон як воқеаи маъмулӣ аст ва дар натиҷаи шиканҷаи милисаҳо садҳо нафар ҷабр мебинанд. طبق اطلاع ساکنان چندین مناطق کشور در جنوب تاجیکستان محدودشوی انتقال برق به اهالی یا لیمیت برق آغاز شده است. ساکنان بیشتری نواحی تابع جمهوری و ولایت ختلان این را تصدیق کردند. 2 روز گذشته در بعضی نواحی 10 ساعت و در بعضی دیگر 12 ساعت برق داده شده است. در همین حال محدودشوی هنوز به جز چند دهه ناحیه‌های عینی و شهرستان در ولایت سوخت آغاز نشده است. مقامات شرکت برق تاجیک در صحبت با رسانه‌ها آغازشوی لیمیت برق را تصدیق نکرده آن را پروفیلاکتیکا نامیدند. اما یکباره در بیشتر ناحیه‌های جنوب کشور آغاز شدن پروفیلاکتیکا گواهی می‌دهد که محدودکنی انتقال برق آغاز شده است. با وجود وعده‌های به آخر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نزدیک به 20 سال است که برق در زمستان به اهالی کشور با محدودیت داده می‌شود. این محدودیت وابسته از شهر و ناحیه‌ها از 15 تا 20 ساعت را تشکیل می‌دهد. هرچند حکومت کشور برای محدودیت هر سال چند بهانه می‌آورند از قبیل کمشوی ذخیره آبی نیروگاه نارک، زیاده شوی یا یخبندی آن، کارشناسان بارها ثابت کرده‌اند که تاجیکستان قادر است پوره کشور را با برق چی در تابستان و چی در زمستان تأمین سازد. ولی برق با نرخی گرانتر به کشورهای همسایه از جمله افغانستان فروخته می شود. شرکت جمال 2012 که سرداری کل آن نفر با نام جمالدین رسولوف بوده است گویا برای بکار تأمین نمودن شهروندان تاجیکستان تأسیس یافته است، ولی در اصل از حساب مهاجرین کاری به عربستان سعودی درآمدهای هنگفت به دست می آورد و اکثر وقت آنها را فریب می دهد. طبق اطلاع یک منبع ما در عربستان سعودی این شرکت با وعده تأمین کار در این کشور از مهاجران 5-10 هزار دلار گرفته آنها را در عربستان بدون کار رها می‌کرده است. همچنین این شرکت دختران جوان را به عربستان سعودی می‌برده است که به گفته منبع ما الکی بعضی از این دخترها در دست افراد فحشگر گرفتار شده اند. تحقیقات پیامنت را در این موضوع بزودی در سامانه ما مطالعه خواهید کرد. 30% شرکت‌های تجاری و صاحبکاران تاجیکستان با مشکلات پرداخت انداز روبرو شده اند. در این باره خود رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرتالله دولتزاده معلومات داده است. طبق گفت دولتزاده قرض شرکت‌ها و تاجران از انداز در دوام 9 ماه سال جاری 125 میلیون سومانی افزایش یافته در مجموع به 825 میلیون سومانی برابر شده است. رئیس کمیته انداز با ابراز تأسف تاکید میکند که در بخش جمع‌آوری بقیه اندازها نتیجه دلخواه به دست نآمده است و وضع کارخانه و تاجران نیز با علت‌های بیرونه چندان خوب نیست. حتی با راه اجباری جمع‌آوری نمودن انداز نتیجه نداده ایستاده است.
روزی که خیلی مسئله جوی داشتن بقیه قرض اندازو تای سالهای خیلی تشکیل واره نسبت مبلغ بقیه قرض اندازو زیاده 825 میلیون را تشکیل میکنه با 1 سپتامبر 125 میلیون زیاد شده. اصلا قرضو روز دیگر ما امسال چراغ زیادی اندیشیدیم نسبت هم مجبوری هم اختیاری رویاندن قرضو ایسوبی صورت سوبی اندازه خورندگان متاسفانه نتیجه دلخواه نداده ایستاده است و رقم خیلی گفتم با 1 سپتامبر 125 میلیون شده. سبب اساسیش همینه که وضعیت مالیوی کارخانه روز وابسته به تاثیر عملای بیرون از میشناسه یک از سببش اسامیه یکی چاره‌جویی کردیم شمارش خیلی من درجه انیق گفتن میتونم که تقریبا زیاده از متاسفانه 30% اندوزبرندگان ما امروز هم شخصان حقوقی صاحبکارانی بقیه قرض اندوز دارند. مورد به ذکر است تاجیکستان به فهرست کشورهای شامل شده است که سطح اندازبندی یا خود مالیات در آن کشورها خیلی بالاست. بر اساس ارزیابی سازمان توتال تکس ریت میزان اندازها در تاجیکستان 81.8% را تشکیل می‌دهد که این نشانداد نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در میان دولت‌های پساشوروی بلندترین محسوب می‌شود. این سازمان بین المللی میگوید که تعداد نمودهای انداز و حجم آنها در تاجیکستان زیاد بوده پرداخت انداز بدون فساد و پنهان کردن قسم اساسی درآمد امکان ناپذیر است. علاوه بر این اصول قانونگذاری ساحه انداز طوری است که بدون قانون شکنی صاحبکار نمیتواند فعالیت برد و در نتیجه زیر بار جریمه های هنگفت مانده به مفلسی روبرو می شود. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در یک نشست خبری در آغاز سال جاری گفته بود که در سال 2015 در این کشور 22,000 صاحبکار مفلس شده فعالیت خود را قطع کردند. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سابق نخست وزیر پرتغالیا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تعیین شد. در این باره سامانه رسمی سازمان ملل متحد خبر می‌دهد. آنتونیو مانوئل دی اولیویرا گوترش از 1 ژانویه سال 2017 بی‌واسطه به اجرای وظیفه پرداخته وکالت‌هایش در این منصب 31 دکامبر سال 2021 به اتمام می‌رسند. سابق نخست وزیر پرتغالیا نویمین دبیر کل سازمان ملل متحد بوده. همتای پیشین او نماینده کره جنوبی پان کی مون از سال 2007 سر این منصب قرار داشت. پادشاه تایلند پومیپان ادولیادیت در سن 88 سالگی در یکی از بیمارستان‌های بانکوک دیروز از عالم درگذشت. پومیپان از سن 18 سالگی تا دم مرگش 70 سال کشور تایلند را حکمرانی کرده است. طی 70 سال حکمرانی این شاه 20 مراتب حرکت‌های مردمی تایلند تلاش تبدلات نموده و این تلاش‌ها از جانب ارتش تایلند بیرحمانه خنثی شده است. در عربستان سعودی 2 کودکی که در یک تن تولد شده عمر به سر می‌بردند در نتیجه یک عملیات جراحی با موفقیت از هم جدا کرده شدند. دوگانیک‌های سیامی ایلن و ایلین را دختران سعودی بر ضمن نداشتن 80% کفالت زنده ماندن آنها بعد جراحی با یک مهارت خوبی کسبی از هم جدا نمودند و عین حال این 2 کودک صحت بوده والدانش در صحبت با رسانه‌ها خود را خوشبخت‌ترین پدر و مادر در جهان حسابیدند. گفته می شود این 41مین جراحی از هم جدا کنی طفلان کودک همتن تولد شده در سعودی بوده است. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و استراحت خوب را تمنا می نماییم. خیر تا بخش نوبتی. خدا یار و یاور شما.